بعد از بررسی شناسی حکومت طالبان توسط روسیه، بگومگوهای جهانی در این باره زیاد شده است. در برنامه امروز ما به روابط روسیه و طالبان در سالهای اخیر می‌پردازیم. روابط روسیه و طالبان در سالهای اخیر وارد مرحله جدید و راهبردی شده است. حذف از فهرست تروریستی در اپریل 2025 دیوان عالی روسیه طالبان را از فهرست گروه‌های تروریستی برداشت، حرکتی که پایه‌گذار گسترش رسمی رابطه شد. دوم، تعامل امنیتی و مقابله با داعش. روسیه طالبان را به عنوان شریک مهم در مبارزه با گروه‌های مثل IS که تلقی می‌کند. سفیر روسیه در کابل رسما اعلام کرده است که طالبان متحد روسیه در حوزه مبارزه با تروریسم هستند. حملات مانند کنسرت کروزموزم سیتی در مسکو مارچ 2024 محرکی شدند تا همکاری عمیق‌تر صورت بگیرد. سوم، گسترش رابطه تجاری و انسانی. از 2022 روسیه صادرات نفت، گاز و گندم به افغانستان را آغاز کرد و در 2025 بیش از 1280 تن آرد به نواحی شمالی افغانستان فرستاد. برنامه‌های کمکی بشردوستانه در حال گسترش‌اند. چهارم، همکاری سیاسی و گام به رسمیت شناختن. روابط دیپلماتیک تدریجاً عمیق‌تر شده‌اند. روسیه در سال 2022 هیئت طالبان را دعوت کرد و در ژوئن 2024 این گروه را به نشست اقتصادی سنت پترزبورگ آورد. در 3 ژوئن 2025 روسیه رسما حکومت طالبان را به عنوان دولت افغانستان به رسمیت شناخت، اولین کشوری که این اقدام را انجام داده است. پنجم، اهداف راهبردی روسیه. بر اساس تحلیل‌ها، مسکو به دنبال تثبیت امنیتی مرزهای آسیای مرکزی، مقابله با تروریسم، مهار قاچاق مواد مخدر و ارتقای نفوذ ژئواستراتژیک در منطقه است. همچنین تمایل دارد از افغانستان به عنوان مسیر ترانزیت اقتصادی برای اتصال به جنوب آسیا بهره برداری کند.